یعنی باید خیلی بچه سالاری باشه کار به اینجا بکشه. 7 صبح روز پنجشنبه گفتیم بخوابیم استراحت کنیم، ما رو کشونده نگاه پیکنیک، سرد، برف، بوران، بعد چیز آورد نگاه خودشو نگاه کن همچین، بعد پیکنیک، چای آوردم من با نون پنیر تو برف بخوریم. خیلی حرفا خیلی جیگر به خدا. الان به خودم میگم مردم الان دو دستن، یا میگن اینا خیلی اسکلن یا میگن اینا خیلی خوشن. باریکلا چقدر خوشن. نمیدونن که ما کودک سالاری تو زندگیمون حاکمه.